برای بحث بیشتر در این مورد مقدم امین آگاه نظامی اینجا در استودیو حضور پیدا کردن. امین صاحب سلام، بسیار زود خوش آمدین به برنامه. سپاسگزار. شما هم نشست روز گذشته را دیدین و اظهاراتی که از مقامات حکومت تازه در رابطه به حمله های نظامی پاکستان بر خاک افغانستان صورت گرفت را هم حتما شنیدین، تعقیب کردین. چطور یافتین اظهاراتشان را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض حرمت خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون تلو نیوز. نشست میتونه چند پهلو داشته باشه. یک پهلوشی که اینها از اقتدار صحبت کردن، یعنی مفهومش است که افغانستان سر پای خود ایستاده است و حاکمیت ملی تمثیل است و اقتدار ملی به یک واقعیت جهانی تبدیل شده و ما در برابر هر نوع تهاجم بیگانگان واکنش نشان میدیم که این اگر واقعا درست مدیریت شود حرف خوبی است که هر کشور با اقتدار در برابر حوادث به اصطلاح ایستاد شود. اما در بعد دیگر چالش هایی که در داخل کشور هست و چالش هایی که در منطقه است و چالش های جهانی که متوجه مردم افغانستان هست و اینها نیاز به یک مدیریت بسیار قوی داره که یعنی اگر با تدبیر ما در این مسیر گام بر نداریم از فرصت ها و خلاهایی که وجود داره مخالفین و کشورهای منطقه خیلی به راحتی میتونه استفاده کنه. مثلا مولا محمد عمر مطالعه‌ای که ما داریم طبیعی است که یک آدم شجاع و مجاهد بود، در یک مقطع زمانی در یک مقطع خاصی ظهور کرد که وضعیت افغانستان بسیار ناهمگون بود ولی بسیار تحریک اسلامی طالبان را درست مدیریت کرد. اگر بگیم یک رهبر کاریزماتیک در عصر خودش بود، یعنی شایستگی همچون یک اصطلاح را داره، القاب داره. اما امروز یک مقدار فرق میکنه. جامعه اسلامی طالبان یک مقدار یعنی تحت رهبری یک فرد کاریزما یا یک رهبری ملی و قوی فکر نمی کنم که چنین یک چیزی باشه، به خاطر که یک مقدار چند رنگی ها در صفوف دیده میشه. ولی به هر حال اگر افغانستان به همین شکل پیش بره و بتونه در برابر چالش های ملی، منطقوی و جهانی با حوصله‌مندی کار بگیره، طبیعی است که ما افغانستان به یک قدرت منطقه‌ای میتونیم تبدیل کنیم. درست. اگر به چالش های داخلی نتونیم رسیدگی بکنیم، بدون شک از این خلا دشمنان استفاده میکنن. آقای امین، حالا امی عملکرد را که حکومت تازه در برابر پاکستان داشته که سفیرش را احضار کرده و هشدار داده به پاکستان، چقدر لازم بود و چقدر نیاز بود که نمیت یک چیز صورت بگیره و یا نه درست نبود؟ موقفگیری های افغانستان در طول تاریخ در برابر پاکستان حالتهای نمایشی داشته، یعنی گاهی تند بوده و گاهی هم نرم بوده. شما تا زمانی که چالش های اصلی را با پاکستان حل نکنین که چالش هایی که همیشه دو ملت در برابر هم قرار میده، شما ببینید در زمان صدارت سردار محمد داود خان از پشتون ها و بلوچ ها حمایت کرد در پاکستان. ذوالفقار علی بوتو در برابرش قرار گرفت. اما زمانی که شاه افغانستان یا ظاهر شاه مخالفی کار بود، اما پاکستان عاملی ضد داود خان در درون خودش پرورش داد و بالاخره به یک کودتا منجر شد. مفهومش است که پاکستان در رابطه با قضایای افغانستان بسیار حساس است و در استراتژیش جایگاه افغانستان مشخص است. اگر ما با تهدید اگر مواجه میشیم، میتونه این تهدید مقطعی باشه یا به نوع نمایشی باشه. اگر شما بحث مهاجرین در افغانستان تکلیفش روشن نکنید، بحث دیورند تکلیفی از زیر از لحاظ حقوقی و قانونی مشخص نکنید، بحث ترانزیت شما با پاکستان مشخص نکنید، اینها چیزهایی است که ریشه های اصلی بحران است.
حالا امروز اگر ما در یک نشست دیپلماتیک به یک قضایا خاتمه بدیم و این قضایا میتونه یک حالت مقطعی باشه، والا 4 روز بعد دیگه بار دیگر این درگیری ها ادامه پیدا میکنه. خب آقای امین، حالا دلیل را که مقامات امارت اسلامی آوردن، گفتن که از بحر منافع ملی کشور به این حملات پاسخ ندادن. منافع ملی کشور ایجاب میکرد که همین گونه خاموش بمانند؟ نه، اولا شما برای پاکستان ببینیم بعد وارد این بحث میشه. وزیر خارجه پاکستان به صراحت اعلان کرد که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان سربازای پاکستانی را مورد حمله قرار دادند. اگر واقعا این را مستندسازی کنه، این را به شورای امنیتی سازمان ملل متحد ارائه کنه، طبیعی است که اقدامی پاکستان، حالا چه از طریق هوا بمبار کرد یا از طریق زمین، میتونه توجیه پذیر باشه. اما در رابطه با موقف گیری افغانستان، من فکر کنم که بحث منافع ملی یک بحث تعریف شده است. دفاع از ارزش‌های ملی، دفاع از حاکمیت ملی، دفاع از مرزهای کشور، دفاع از جان و مال و ناموس کشور، اینها بحث منافع ملی است. اما نقطه‌های کلیدی منافع ملی، وقتی که حریم شما مورد تجاوز قرار میگیره، وقتی که خانواده های شما به شهادت میرسه، وقتی که مرزهای شما آسیب میبینه، خب دیگه منافع ملی که اینجا ما به خاطر منافع ملی ما اقدام نکردیم، من فکر کنم از لحاظ قانونی یا حقوقی زیاد توجیه پذیر نیست. ولی ما هم طرفدار جنگ نیستیم، اما اگر این منازعه ها ریشه حل نشه و این زد و بنده های دو طرف واقعا در یک فضای دیپلماتیک حل نشه، ما باید آمادگی هر نوع مقابله را در برابر دشمن باید داشته باشیم. نگرانی که وجود داره آقای امین، برخی دیدگاه ها به این باور هستند که میگن این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. حالا حکومت تازه هشدار میدهد که بار دیگر تحمل چنین حملات را مردم افغانستان نخواهد داشت و ما را امتحان نکنن. چی خواهد کردن؟ گرچه هم افغانستان آسیب پذیر است، افغانستان بسیار آسیب پذیر است، ولی پاکستان هم آسیب پذیر است. همیشه در ایجاد بحران پاکستان دستی اول داشته. الان هم ببینید خلاهای وجود داره، بعضی مهاجرین از این خلا میتونه پاکستان استفاده کنه. بعدن بعضی مقاومت که یک بدنه مردم بیرون از کشور رفته از این خلا استفاده کنه. فقر و بیچارگی که در داخل کشور است از این خلاها استفاده کنه. همین قسمی که در طول 4 دهه پاکستان نقش کلیدی در جنگ صلح افغانستان داشت. اگر آلایی که توان در امارت اسلامی است که این اوضاع وضعیت مدیریت کنه، این یک بعضی قضیه است. اما پاکستان هم آسیب پذیر است. اگر بحث پشتونستان بار دیگر مطرح شود، بحث بلوچ ها مطرح شود، تحریک اسلامی طالبان پاکستان حمایت شود، این هم بعض کشمیر به شیوه دیگه حمایت شود، پاکستان هم در یک خلای بسیار کلانی امنیتی میتونه قرار بگیره. اما مشکلی ما در افغانستان است که رهبران سیاسی به جان هم میفتن، اما در پاکستان با یک بخش نسبت به ما بهتر هستند که خب فوج از اونها یک دست است و بالاخره اونها در رأس افکار عمومی پاکستان قرار دارند. قدرت هم در دست فوج یا قوای مسلحه پاکستان هست. بحث ریاست جمهوری یک بحث نمایشی است. از اون نقطه همیشه تونسته که از پاکستان و از حریم پاکستان دفاع کنه. اما اینکه افغانستان بتونه در برابر پاکستان بدون ای که با تدبیر وارد این خلاها شود، مستقیما به جنگ متوسل شود، فکر کنم که زیاد منطقی نخواهد بود. آقای امین، خب درست است که مردم افغانستان هیچگاه طرفدار جنگ و ویرانی نبوده، چی در داخل افغانستان و چی روابط افغانستان با کشورهای همسایش و کشورهای دیگر. ولی حداقل میشد که حکومت تازه شکایت درج میکرد در سازمان ملل، آنچه که آقای احمد فایق کرده و او را امارت اسلامی گفته که هیچ ربط به امارت اسلامی نداره و نظر شخصیش است. حداقل کار را میتونست. قبلا هم خدمتتان عرض کردم که تمام موقف گیری های افغانستان در برابر پاکستان حالت نمایشی داشته، چه در دوران جناب کرزی صاحب، چه در دوران دکتر اشرف غنی، چه قبل از اینها در دوران مجاهدین و تا در دوران حزب دموکراتیک خلق او فرق میکرد.
شکایت ها در او دوران هم از پاکستان به سازمان ملل متحد و شورای امنیت ارائه شد، ولی اون هم پیگیری نشد. هیچ گاهی که ببینید بمباردمان و موشک پرانی های پاکستان گپ تازه‌ای نیست. علاوه در دوره امارت اسلامی در حدود 6 بار یا 7 بار این موشک پرانی ها صورت گرفته و مردم ما تلف می شوند، اما اقدامی بالمثل داده نشده، اقدامی که چه در دوران‌های گذشته و چه در دوران حالا که مشکلش در کجاست؟ حالا فرق میکنه، نظریات مختلف است. دیدگاه ما هست که هنوز پاکستان بالای فضای اقتصادی و امنیتی و به ویژه چارچوب نظام سیاسی یک مقدار تاثیرات بالایی خود داره. هیچگاه جرأت نمیکنن که مستقیما وارد این از یک طرف اگر شما ببینید که قوای مسلح کشور در مرزهای کشور جواب هر نوع حرکات را بده، دستگاه دیپلماسی مناسبات بین المللی خود تقویت کنه، دستگاه حقوقی شکایت های خود به سازمان ملل یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کنه، یک دستگاه پژوهشی و تحقیقی بتونه حوادث ها را مستند سازی کنه. از چندین طرف اگر ما حرکت بکنیم جایگاه برش پیدا میشه، یک راه حلی برش پیدا میشه. ولی میبینیم اگر وزارت دفاع عکس العمل نشان میده، وزارت داخله خارجه خاموش است. اگر از وزارت خارجه یک موقف گیری میکنه، دستگاه حقوقی خاموش است، دستگاه های دیپلماتیک خاموش است. به یک حرکت نمیتونیم که در برابر یک پدیده بین المللی فایقی بیم. این نیاز است که از 4 طرف ما باید با حوصله‌مندی و با تدبیر و کارشناسانه باید در این مورد، یعنی یک دیدگاه واحد وجود نداره. دیدگاه واحد بر مبنای استراتژی ملی. یک مشکل کلان ما بس استراتژی ملی و منافع ملی است که یک مقدار خوب هم از خود با معیارهای جهانی تعریف‌های با خصوص خود داره، ولی به هر حال وضعیت همینطور هست که ببینیم خداوند یک کشور به کجا میکشاند. یعنی راه حل میتونه باشه که در نخست باید یک دیدگاه واحد در داخل به میان بیاید و سپس میشه پاسخ داد به این حملات. حالا شما یک مثال براتون خدمتتون یک بخشش هم عرض میکنم که بحث قضیه دیورند است. بحث قضیه دیورند شما ببینید 130 سال سپری میشه. بله. شما هیچگاه یک گفتمان ملی در رابطه ایجاد نکردید. یعنی چرا ایجاد نشده؟ این سوال برانگیز است. یا دولت‌های ما همیشه مزدور بوده، آمده از همین مسئله کانال‌های استخباراتی آمده در رأس مردم قرار گرفتن. چرا یک مسئله حل نمیشه؟ در ظرف 10 روز، 1 ماه، 1 سال حل نمیشه. وقتی که حل نمیشه باید بدونیم که یک بدنه نظام به اصطلاح عکس العمل نشان میده، یک بدنه کلان نظام هماهنگی داره با این وضعیت ها. بعد بنان ایجاد یک دید ملی بسیار سخت است در چنین وضعیتی. هر زمانی که مداخلات بیرونی آلتهای نفوذی در درون نظام داشته باشه، شما تفکر ملی یا یک دیدگاه ملی قوی را نمیتونین سازمان یعنی از سالهای سال مشکل در این کلا مشکل ریشه‌ای همیست که شما رفتین یک بدنه، شما حالا فکر کنین که وزیر دفاع، من ستایش میکنم از حرفش در برابر پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان همزمان در 4 کشور همسایه را تهدید کرد در مقاطع‌های مختلف. این خوب است، ولی اگر در ورق دیگه شب ببینیم یک بدنه دیگری از این با پاکستان روابط تنگاتنگ داره، قطعا نمیخواد روابط خود خدشه‌دار بسازه. اشاره کردم به دوران داوود خان، اگر داوود خان صدر اعظم بود در برابر پاکستان قرار گرفت، ولی ظاهر شاه هرگز نمیخواست که روابط تیره شود. اگر این دید دوگانه باشه در برابر پاکستان، شما به این صورت قد موفق نمیشید. بسیار زیاد تشکر مقدم امین آگاه نظامی، ممنون از حضور شما در سلامت باشید.